صهیونیست‌ها آدم‌های فریبکاری هستند. یه عده قلیل صهیونیست با سازماندهی بسیار پیچیده بر مراکز قدرت جهانی حاکم شدند. اونجوری که ما برآورد کردیم تعداد صهیونیست‌ها کادر اصلیشون حداکثر 2000 نفر است و 8000 تا عمله دارند. یه تعدادی هم منبع خبر دارن که جاسوسی میکنه برای اینها، یا خبر میداره یا خبر میاره. اما چون به مراکز قدرت در آمریکا، در اروپا مسلط شدن، به مراکز مالی پولی مسلط شدن، به مراکز رسانه‌ای و تبلیغی مسلط شدن، جوری تبلیغات کنن که انه همه دنیا هستن و همه ملت‌ها با اونها هستن و اونها اکثریت حاکم بر جهان هستن. این یه دروغ بزرگ، همطور که یهودی بودن اونها یک دروغ بزرگ. اونها اصلا دین ندارن، اونها یک مشت دنیا طلب بیدین دروغگو هستن که فقط میخوان مسلط بشن بر ملت‌ها و کشورها و چپاول کنند حقوق ملت‌ها رو. شنیدم یکی از اونها اخیراً گفته است ایده اسرائیل بزرگ مرده است. من میخوام اینجا بگم که ایده اسرائیل کوچیک هم مرده است. ایده‌ای به نام اسرائیل مرده است. منتها اینا از زمان عقب هستن. همونطوری که ایده اسرائیل بزرگ 30 سال قبل مرد و اینها نفهمیدن و 30 سال دارن دست و پا میزنن و جنایت میکنن. امروز هم من بهشون میگم ایده اسرائیل کوچیک هم مرده است. البته نصیحت میکنم بهشون که برای شما بهتر آن است که دست از ظلم بردارید، توبه کنید. اگه میخواید یه کار خوب بکنید در عمرتون، اینه که سرزمین فلسطین را ترک کنید، رها کنید این ظلم و تجاوز را، برید دنبال زندگیتون. خودتون اومدید یه عده‌ای رو هم به دروغ و فریب اسیر کردید، آوردید اونجا با وعده دروغ تو شهرک‌ها سپر بلای خودتون کردید. پشت سر اونها میخواید جنایت‌های خودتون رو ادامه بدید. من نصیحت میکنم که بسه، 60 سال کار زشت کردید، جنایت کردید، برگردید، توبه کنید. شنیدید در خبرها شبکه قاچاق انسان درست کردن، از سایر کشورها قاچاق میکنند، آدمهای مستضعف، آدمهای فقیر، آدمهای بی اطلاع، اینها را قاچاق میکنند به سرزمین اشغالی و اون رو سپر بلا میکنند. اگر اشغالگران متجاوزان بیایند و یه عده بی اطلاع، حتی یک عده بیگناه را سپر بلا کنند برای تجاوز، ملتی که در موضع دفاع هست باید مقابله بکند، حتی با اون بیگناه ها، حتی با اونهایی که ناآگاهانه به صحنه آورده شدند. من همین الان به شما بگم صدها تاجر آمریکایی الان اصرار داره که جنس به ایران بفروشه، ما امتناع میکنیم. همین الان هم تو سرمایه‌گذارای برخی از همین کشورهای اروپایی که اسم بردی الان اصرار دارن که بیان تو ایران سرمایه‌گذاری کنن. ما شرط گذاشتیم. شما آمدید برخی از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی ما را که پیام ملت ایران را به گوش برخی از ملت‌ها میرساند و از طریق ماهواره بود قطع کردید. تصور کردید که ملت ایران عاجز است. من میخوام به شما بگم امروز ملت ایران فناوری ساخت انواع ماهواره را در اختیار دارد و به فضل الهی اولین ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور خود را به فضا پرتاب خواهد کرد. 2000 صهیونیست تشکیلاتی با 7,000 عمله صهیونیست دنیا را به آشوب کشیدند. من میخوام به اونها بگم اگر خودشون دست و پای این صهیونیست را جمع نکنند، دست قدرت ملت‌ها این جرثومه‌های فساد را از صحنه گیتی پاک خواهد